همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین خوب و خوش و آرام باشین. امروز با همکارا تصمیم گرفتیم که یک گزارش ویژه در قسمت شهرسازی و شاروالی بازم تقدیم شما کنیم. دقیقاً در سرکی که ما را وصل میکنه به اسلامقره قرار داریم و قبلا این سرک بود یک طرفه بود و این روزها سرکی جور شده که تا اسلامقره سرک قرار دو طرفه شوه و شده و دقیقاً در وسط از این راه یک پلیه به نام پل قارون که هم دارن میسازن. چرا پل قارون میگن؟ چون دریای قارون در همین موقعیت داره و ما میریم به صحنه همراه عزیزانی که کار میکنن، همچنان همراه انجینر صاحبا صحبت میکنیم که بودجه از این مربوط کی میشه و کار به کجا رسیده. با ما باشین و ناگفتن همونه که واقعا شاروالی و شهرسازی در این هوای سرد واقعا دارن فعالیت میکنن و کار هیچ وقت تعطیل نیست. شهر هرات واقعا داره به سمت پیشرفت و ترقی، چیزی که ما میبینیم در گوشه و کنار شهر بازسازی ها و همچنان پروژه های بزرگی در حال کاره. با ما باشین تا این گزارش را هم تقدیم شما کنیم. سلام وقت شما بخیر. سلام علیکم. خوب هستید محترم؟ سعادتمندم، خوشحالم. سعادتمندم، خوشحالم. قربان شما بخیر باشین. باشید. یک معرفی کوتاه. شیرزاد ایدری هم یک از مسئولان کار پل قارون. خیلی خوب. با ما معلومات دادن که اینجا یک پلی بزرگی جور میشه. در کل کوتاه میخوایم صحبت داشته باشیم که بودجه از این پل مربوط کینه؟ بودجه از این مربوط به شاروالی ایراد می باشد، نقشه دیزاین کل چیزی مربوط به خود شاروالی ایراد می باشد و به هزینه 50 میلیون افغانی می باشد. 50 میلیون؟ 50 میلیون افغانی می باشد. کار چه وقت شروع شده؟ کار به 18/8404 شروع شد و 9 ماه انشالله ما از شاروالی ایراد قرارداد داریم که انشالله با سر وقت تمام. خیلی خوب. چقدر پرسنل اینجا مصروف کارن؟ حدوداً فعلا پرسنل روزانه همین 80 نفر 85 نفر از غالب بند تا موتور بند و بالاخره چاکان بالاخره پرسنل کریمونه در سایه که دیگه انشالله کل خود شما میبینیم کل کار مشاهده میکنیم که طبقی در کل این پروژه مربوط یک شرکت و شرکت مربوط شرکت میشه که به اسم شرکت ساختمانی بنیاد تابشه و تمام کاری مربوط به خود شرکت. گفتین ختم از پروژه 9 ماه طول میکشه؟ 9 ماه بله طول میکشه انشالله ما قرارداد داریم. عنوان یک انجینر به نظر شما این پل بر اساس استانداردهای جهانی ساخته میشه؟ 100% به استانداردهای معیاری و انشالله 100% استاندارد ساخته میشه به معیاری که تازه سال 2025 که ما بهشون کار میکنیم. هرچند من در بخش انجینری زیاد معلومات ندارم، از این پلی که شما فعلا استفاده میکنین از این سیخا جنبالیه؟ سیخ ازی چیه به خاطر مردم معلومات داشته باشن؟ سیخ ازی که هست به اسم گریت داره، سیخ میلگرد گریت از 65 که یعنی منظور میلگرد افغان فولاده، تمام استانداردها خود جواب داده، تستا خود تست لابراتوار به مناسبت انجینرها کلان چرولی انجینرهای نه کلان همه بوده زمان تست از تست شده معیاری و 100% اطمینانی ان شاء الله. خیلی ممنون، تشکر. قربان شما، خوشحال شدم. قربان شما. بیننده عزیز، هوا بی نهایت در هرات سرده و این لرزش هم که در ما می‌بینیم از استرس نیست بلکه واقعا سرد هوا. میریم صحنه ببینیم که کارگرای عزیزی ما چی کار میکنن و در کل صحنه رو به تصویر میکشیم و با این عزیزان هم صحبت می داشته باشیم. با ما باشید. سلام وقت شما بخیر. بخیر. خوب هستین؟ سلام. خدا شکر. سلام. خسته نباشین. خدا قوت. شکر الحمدلله. سلام. اسم شما؟ نصیر احمد. خیلی خوب. شما در این پل قارون که ساخته میشه چی مسئولیت دارین؟ ما می کار قالب بندی و آلموتور بوتون ریزی کار را انجام خیلی خوب. میشه در ارتباط با این کاری که شما میکنیم یک کمی توضیحات بدین؟ ما دیگه سیخ بنده میاد سیخار میبنده، ما کارا زیر پل قالب بندی و آلموتور و بوتون ریزی را انجام میده که بعد سقف بیا بزنه آماده پل بشه. خیلی خدا قوت. سلامت باشید. این از این قسمت قالب بندی را به تصویر میکشیم ببینین که دقیقاً همین اکنون هم عزیزان ما مصروف کارن و دارن قالب میکنن و ما آهسته آهسته آماده بوتون ریزیه، درسته نه؟ و ما آهسته آهسته میریم به سمتی بعدی که ما دقیقاً به جلوی روی ما قرار داره
ما چیم کنجگاه امروز عزیز سیخا چی کار میکنن برم ببینم. تشکر استاد جان، وقت شما خوش. با ما باشین. ما بریم به طرفی برادرای دیگه که اینجا مصروفن و با یه هوای سرد واقعا سخت هم بسیار زیاد کار هسته. ببینیم که اینا چه کاروباره دارن. سلام وقت بخیر. خوب هستین؟ صحت خوبه؟ خسته نباشین. سلامت باشین. برای از شما مونده نباشه. قربان شما. اسم شما؟ اسمم عبدالقادر محمدی. شما چه کار میکنید؟ ما سیم کاریم برای جو می سیم کاری مشغول به پول جبری. همین کاری که شما بله، فعلا سیم میکنید. کاری. سیم کاری. بله برای جو میگن سیم کاری. قربان برای من. چند روز میشه اینجا؟ والا برای یک ماه شد دیگه. پروژه یک گذار تعطیل میشه بابت کار دولتی خودشون متوجهیم دیگه. راه اندازی که حداقل ما یک ماه میشه که حداقل اینجا 100 نفر مشغول هر روز به کار هست. به نظر شما با این شدتی کاری که فعلا جریان داره ختم از این پروژه و کار شما چه وقته؟ چقدر وقت؟ اگر لنگی به ما نگذارم 8 تا 9 ماه حتما ما کار داره. اگر که با لنگ بگذارم میفهمید دیگه طول میکشه کار مثل پروژه جمهوریت دیگه. موادی که به دسترس شما قرار میگیره کیفیت عالی داره. واقعا کیفیت عالی داره، کیفیت واقعا بیسته. بله همه کابل فولاد میگیردن واقعا اگر به تمام پروژه داخل شهر ایران همچون نظارتی که به میپول هست بشه که واقعا ما مردم از امارات واقعا رضی. خدایی اینجا برای در خوب رسیدگی میشه، خوب هم نظارت میشه. ممنون، خسته نباشید. همراهان عزیز، توجه مرا یک چیزی جلب کرد. اینجا دقیقاً ما در قسمت قرار داریم که پایه های از اینا یعنی جای پایه از اینا میکنن و توسط دستگاهی که چاه میکنه دقیقاً طبق که شما مشاهده میکنین این جای پایه از اینا کنده میشه. ما برم ببینم از نزدیک و دقیقاً اون قسمت به تصویر بکشم. همراه یک عزیزی هم صحبتی داشته باشیم. پایین شدن اینجا واقعاً مشکله. با ما باشین و از اون طریقی زینه مگر پایین شویم. بریم ببینیم که پایه های از این پول قارونه چطور میکنن و چقدر عمق داره. همراهان عزیز، دقیقاً طبقی که شما به تصویر میبینیم از یک فضای بسیار دوری کامرامان دقیقاً از من میالی فیلم میگیره و من دقیقاً در قسمتی قرار دارم که اگر توضیح ندن من احساس میکنم اینجا چاه زدن، ولی دقیقاً اینجا قسمتیه که پایه های از این پل قارونه بالاخره میکنن توسط دستگاهی که همراه از چاه میکنن دیگه. در واقع من همراه یک عزیزی که داره میال سخت کار میکنه یک سلام علیکی داشته باشم و ببینم که هر جای پایه چقدر زمان میبره و چقدر عمق داره تا بالاخره همین دبلی از اینا بالا میایه و عزیزی ما دیگه حتما خسته. من خودم توضیح میدم طبقی که من اکنون میبینم بسیار زیاد عمق داره. این که چقدر چند متر ایر از خود برادر پرسان میتونیم داشته باشیم و واقعا پایه به این محکمی دیگه متوجه میشیم که این پل به استانداردهای جهانی ساخته میشه 100% و طبقی که شما هم اکنون به تصویر میبینین خاک از عمق دل زمین بالا آمد و دقیقاً اینا چپه میشه به این طرف. یعنی حالا دیگه لالا خود ما یک صحبتی میتونه داشته باشه. سلام لالا، خوبین؟ سلام. صحت شما خوبه؟ بخیر. خسته نباشی. سلامت. جان جوره؟ سلامت. بخیری؟ بخیر. چه کار میکنید دقیقاً اینجا؟ چا میکنیم پای ستونی چیز پول میکنیم. شما چاه میکنین یا جای پایه میکنین؟ جای پایه رو میکنیم. ولی چاه دیگه؟ آره. هر جای پایه چقدر چند متره؟ 25 متر. 25 متر؟ آره. تو کدام وقت نشده که جای یک پایه رو بکنی او بیرون شوه؟ نه باو بیرون نشده نه. ولی انقریب به او برسه دیگه، درسته نه؟ نه داو نمیرسه. خب نه دستفتی مقراره. خیلی خوب. کدام جای دیگه هم چنین کارایی کردین؟ آره. کجا؟ چرا داخل شهر جبرئیل همش چا میکنیم. شغل ما می. به نظر تو این پایه خیلی محکم میه. آره دیگه 25 متر میره پایین دیگه. 25 متر. آره. خیلی خوب. از صبح تا شام چند جای پایر میکنین شما؟ از صبح تا شب یک پایه کنده نمیشه. یک کم نمیشه. 5-6 روز طول میکشه یک پایه جایش. 5-6 روز زمان میبره تا جای یک پایه کنده آره. شه. بیننده های عزیز طبقی که به تصویر میبینین
هر جای پایه 5 روز زمان میبره تا کنده میشه و ما طبقی که به تصویر میبینیم در هر ستون و یا هر پایه که اینجا به تصویر کشیدیم دقیقاً 1 2 3 4 5 و 5 همی طرف 10 جای پایه داره و هر کدام 5 روز زمان میبره و دقیقاً طبقی که انجینر صاحب قبلا با ما صحبت کردن 9 ماه زمان میبره تا این پل جور شود. با ما باشین تا بخشای بعدی و جریان کار کاملا برای شما به تصویر بکشیم. ما در قسمت اول پایه ازی پل قارون قرار داریم که در کل فکر کنم کارهای ازی دیگه به آخر رسیده و دارن این کار میکنن. همراه یکی از عزیزا نشسته هستیم دقیقاً در یک جایی که خود من میالی یک احساسی عجیب و غریبی دارم و واقعا میترسم. هم سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوب ان شاء الله. شکر، شما خوب؟ سلامتین. علی احمدم. خسته نباشید. سلامت باشین دیگه. شکر خدا، الحمدلله. این پایه اوله درسته؟ ان شاء الله این پایه اوله. در همین پروژه آرزوی تو چیه؟ آرزوی ما اینه دیگه همچون پروژه‌ای باشه مردم دست به کار شن. انا بیان کار کنم، به کشورهای غریبه مسافر نشم. به وطن خوب باشم، خدمت بکنم، به وطن خوب بکنم. آبادی افغانستان باشه ان شاء الله، همچون پروژه‌ای باشه. آرزوی من اینه که بخیر به ختم از این پروژه زودتر به پایه آخری می تو بشینیم امروز هم صحبت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. یک پایه اوله. به نظر شما شدت کار به اون اندازه جریان داره که زودتر ما بتونیم شاهد پایه آخری باشیم؟ ان شاء الله ان شاء الله. بله، ما هم دیروز بارش میبریدیم اینجا کار میکردیم، پریروز بارش ما وقت بارش هم که بود حتی کار میکردیم. بله خود ما. چی رقم به نظر تو کار خوب صحیح به حالت استاندارد پیش میره؟ ان شاء الله. بله همون چیزی که ما کار میکنیم بعد از شهرداری ناظر میایه نگاه میکنن، نظارت میکنن، بعد تایید که بشد کار انجام میدم. اگه تایید هم نشه پس دوباره به سر ما میکنم، میگم باید همون چیزی که طبق نقشه باشه، طبق قانون باشه، بعد همون چیز پیش بره. این سیمپیچی شما که تمام شده مرحله بعدی چیه؟ سیمپیچی که انشالله تمام شه غالبا کارو خلاص شه، بعد کنگره بتون آماده میایه، انا بتون میرزنن انشالله. بله باز فعلا که از این خلاص شه باز بیمه اداره که بیمه به روی پل گذاشته میشه، با سلب بافته میشه، بعد از انشالله چک کنه. خوش آرام باشین. خوش باشین، سلامت باشین. تشکر. همراهان عزیز، در این قسمت برنامه خود به پایان میرسونم و این بود گزارش ویژه‌ای که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی، بدرود.